خب اینجا یه تونله که از این طرف تا اون انتها کشیده شده. تونل زندان نیست و برای فرار زندانی نیست. دو طرف خیابون باغه و هر دو تا باغ یک مالک داره. این تونل رو از زیر خیابون با شرایطی بسیار ناایمن ساخته به خاطر اینکه بتونه این گوله آب رو ازش استفاده غیر مجاز کنه. اینجا پارک کوهساره در تهران، جایی برای استراحت و نفس کشیدن و لحظه هایی پر از آرامش، اما درست چند صد متر پایین‌تر از این آرامش. آقا آدرس کجاست؟ آدرسمون کوهسار، میدان رو دور بزن. افرادی سودجو در حال به خطر انداختن آرامش و امنیت مردم بودند. همه چیز از این کارواش شروع شده. یک کارواش با انشعاب غیر مجاز آب که روزانه هزاران لیتر آب رو فقط برای شستن خودروها استفاده می‌کرده. ما تو این محدوده تا الان 12 مورد انشعاب غیر مجاز پیدا کردیم که به صورت یه شبکه غیر مجاز بوده دیگه، تک انشعاب یک مورد نبوده برای یه ملکی. انشعاباتی که اینجا متاسفانه گرفتن به صورت حفر تونل بوده. یعنی الان تمام اینهایی که شما پیدا کردید همشون تونل زدن از اون ور خیابون یا از این ور خیابون و برداشت غیر مجاز داشت. بله دقیقاً. یعنی اقدام کردن از داخل ملکشون و باغشون حفاری کردن و دسترسی به لوله اصلی ما پیدا کردن. آقا سعیدی شما اگه زحمت بکشید نگاه کنید، تونل بسیار ناایمنیه، مشخصی که دست کم بوده. اینا کنترل داشتن این. بله دقیقاً. خود این باغ هم در اصل باز کنترل مجاز داشته. دوستان ما برای قرارت کنترل می اومدن کنترل اصلی و در واقع غیر مجاز رو می‌بستن، از کنترل اصلی استفاده می‌کردن که دوستان ما شک نکنن. این خیابونیه که تعداد بسیار زیادی خودروی سنگین هر روز از توش رد میشه و این تونل‌های زیرزمینی میتونستن هر لحظه فرونشست بکنن و برای این خودروها خطر ایجاد بکنن. مسئولان آفا به شدت پیگیر این تخلف هستند و قرار نیست اجازه بدن که بعضی‌ها بتونن از زیر زمین قانون رو دور بزنن. موارد رو بعد از اینکه کامل کشف می‌کنیم به استحضار مقام عالی قضایی میرسونیم و پرونده تشکیل میدیم و در دادگاه‌ها اینو پیگیری می‌کنیم و تا به نتیجه‌ای که مد نظرمون هست و احقاق حقوق عامه مردم بشه پیگیری می‌کنیم. اینجا زیر آسفالت همین خیابون تونل هایی کنده شده توسط افرادی سودجو که دارن آب شرب مردم یک شهر رو میبلن، اما هیچ تونلی اونقدر عمیق نیست که دست قانون بهش نرسه و مجرم رو از زیر اون تونل